سلام به آشپزخونه من خوش اومدین. بچه ها امروز اومدیم با یه غذایی که ببینید رنگ رخو ببینید که من براتون توضیح بدم. این غذای خوشمزه شیرازی که اسمش قنبر پلوه چه عطر و بو رخی داره. نظرتون چیه که امروز مهمون یه غذای فوق‌العاده شیرازی بشیم؟ پس باشید برای خودتون یه چای خوش رنگ و خوش طعم و خوش عطر درست کنید، با یه گل خوشمزه هم خوشبوش کنید. بریم که درستش کنیم. استارت کارمون با یه پیاز بزرگه. پاکش کنید و خیلی ریز خوردش کنید. ترجیحاً رندش کنید چون باید با گوش میکس بشه. سیرم چند تا حبه واسه اینکه بوی گوشتو بگیره. برنجتون رو با آب و نمک بذارید بره برای دم کشیدن. کته بشه خوشمزه تره. حالا گوشت رو با سیر و ادویه‌جات و پیازی که آبش گرفته شده حسابی با هم دیگه ورز بدین. ادویه هاش هم میشه زردچوبه، فلفل سیاه، پودر زنجفیل و یکم هم آرد نخودچی. در نهایت بهش نمک اضافه میکنید و اینجوری قلقلیای ریز و کوچولو که برای هر یه لقمه باشه ازش در میارین. حالا بریم سراغ بقیه موادش که میشه زرشک و کشمش و گردوی خورد شده. اینا رو هم بذارید کنار. حالا گوشتای قلقلی رو بریم که تف بدیم. به به اینجوری زیر و روش کنید. گردوها رو بهش اضافه کنید. 1-2 قاشق رب انار حسابی با هم مخلوطش کنید و در نهایت ادویه خردل بهش اضافه کنید. حالا نوبت چیدمان غذاست. قابلمه رو بذارید کفش تعدیق مورد علاقتون که من از نون استفاده کردم و اینطوری لایه ها رو روی هم بچینید. مواد گوشتی، کشمش، زرشک، برنج و همینطوری به ترتیب تا انتها میچینید. بعدش هم یه امضای زعفرونی خوشگل بره دم بکشه. حالا میریم سراغ قسمت اصل کاری غذا که سرو بشه. ببین ترکیب رنگو، به به، ببین ابهت غذا رو. بچینیدش روی هم. از تزیین زرشک و سبزیجات و اون تعدیگای خوشمزه‌ای که انداختیم کف قابلمه غافل نشید. قراره یه بشقاب خوشمزه تحویلتون داده بشه. مطمئنم که این غذا رو با این رسیپی درست کنید حسابی از خوردنش لذت میبرین و میشه جزو غذاهای مورد علاقتون که حتما همیشه درستش میکنید. لایک، کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. ممنون از حمایتتون و نوش جان.